بچه‌ها امروز میخوام 3 تا راهکار مهم براتون معرفی بکنم تا بتونید از پس اینترویوهای کاریتون به خوبی بر بیارید. راهکار اول اینه که حتما برید درباره شرکتی که براش اپلای کردید تحقیق بکنید. این جوابهای شما رو جذاب‌تر میکنه و اینکه شما آگاهی دارید نسبت به پروداکت، سرویس، پروژه‌ای که تو اون شرکت داره ران میشه شما رو گزینه جذاب‌تری میکنه. اتفاق دوم اینه که حتما خودتون رو برای یه سری سوالات متداول آماده بکنید. مثل چی؟ مثل که از خودت بگو، از تجربیات قبلی بگو، از بک‌گراند تحصیلیت بگو و این نشون میده که شما میتونستین از پس آمادگی برای مصاحبه برگه و حتما سعی بکنید اعتماد به نفستون رو هم روش کار بکنید. برای اینکه این سوالات رو جواب بدید میخوام بهتون یه فریم ورک معرفی بکنم به نام STAR مخفف چیه؟ Situation Task Action Result. Situation Task Action Result. Situation یعنی موقعیتی که شما توش بودی، تاسک یعنی کاری که باید انجام میدادید، اکشن یعنی کاری که انجام دادید یا اکشنی که برداشتید، ریزالت یعنی نتیجه‌ای که از اکشن شما حاصل شده. این باعث میشه که شما ذهنتون یه چارچوب خاصی پیدا بکنه و دیگه هی به عقب و جلو برنگردید. اما آخر از همه مهمتر اینه که شما حتما ارتباط چشمیتون رو با فرد مصاحبه کننده نگه دارید و برای اینکه بتونید این کار بدون استرس انجام بدید حتما قبلش تمرین بکنید، صداتون رو ضبط بکنید، از خودتون ویدیو بگیرید تا بتونید با اعتماد به نفس کامل و کافی وارد مصاحبه بشید. اینم یادتون باشه که اگر استرس دارید کاملا طبیعیه، نیازی نیستش که استرستون رو روی سرپوش بذارید. اینکه خودتون باشید و طبیعی رفتار بکنید نشون میده که شما آدم حرفه‌ای هستید. هر مصاحبه برای اینه که مطمئن بشید شما دارید کاری میگیرید که با ارزش‌های شما همخوانی داره. اینو یادتون باشه. قدم بعدی مهمترین قدمه. اگه شما هم تجربه خاص مصاحبه دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و سابسکرایب یادتون نره اگر این مطالب به درد بخوره. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی ممنون تا ویدیو بعدی. خداحافظ.